من زهرا هستم، متولد 67. خواستم به عنوان پرستار آلمان کار کنم و توی این پروسه شرکت الست گروپ خیلی به من کمک کردن. اول از کلاسای الست گروپ استفاده کردم، کلاسای آنلاینش، ولی خب چون شیفتام خیلی زیاد بود نمیرسیدم. ولی با نرم افزار دولینگو با روزی 1.5 ساعت شروع کردم. 2 سال طول کشید با دولینگو. خیلی جالبه، همه سوالاتی که در مورد گرامر بود، در مورد زبان آلمانی بود، مثلا وقتی توی اینترنت سرچ میکردم یه نفر 6 سال پیش همون سوالو پرسیده بود. آقای سعیدی بر من 2 تا مصاحبه ترتیب دادن، منو توی یک گروه واتساپی که همکاران شرکت الست گروپ اونجا بودن منو اد کردن. هر سوالی که داشتیم بلافاصله جواب میدادن. با اینکه حالا من یکم دست با شکسته صحبت میکردم، خیلی اونها بزرگوار بودن، گفتن که زبان آلمانی شما خوب هست. من در مورد استانداردهایی که توی پرستاری هست، استانداردهای بین‌المللی هست صحبت کردم، دیدم خیلی خوششون اومد. گفتن واقعا ما هم دنبال همچین استانداردهایی هستیم. بعد از اینکه مصاحبه انجام شد، مدارکم رو الست گروپ فرستاد برای آلمان. ما منتظر پیش تایید اداره کار بودیم که ایالت به ایالت فرق میکنه. من خیلی خوندم، توی گروه‌های مختلف خوندم، چه اونایی که تحصیلی رفتن، چه اونایی که کاری رفتن، حالا مهندس هم، پرستار هم، پزشکن. یه پروسه بسیار طولانی هستش. حتی میگن فرد به فردی که پرونده شما رو بررسی میکنه هم فرق میکنه. مثلا یک فردی ممکنه کار شما رو مثلا 2 هفته انجام بده، یکی 1 ماه انجام بده و یک چیز کاملا نرمال و طبیعی هست. پروسه خیلی سختی هست، ولی آدم هیچ وقت نباید رؤیاهاش رو فراموش بکنه و دنبال رؤیاهاتون برید. اینکه اطلاعاتشون خیلی زیاد کنن. متاسفانه این چیزی هستش که همه دارن میگن در مورد نسل جدید، اینکه همش دوست دارن همه چی آماده، لقمه شده براشون حاضر و مهیا باشه. اینطوری نمیشه موفق شد. باید خیلی خودشون جستجو کنن و خودشون دنبال اطلاعات باشن، خصوصا توی الان که بهش میگن عصر انفجار اطلاعات هستیم. باید آدم هر چند ماه خودشو بروز بکنه. یعنی حتی با اطلاعات 6 ماه پیش هم شما نمیتونید تصمیم درست بگیرید.